سلام بچه‌ها. تو این ویدیو قراره یکی از مرموزترین پرونده های تاریخ نروژ رو با هم بررسی کنیم. پرونده‌ای که بیشتر از 50 ساله که هم ذهن مردم نروژ رو درگیر کرده و هم ذهن پلیسای نروژ رو. این شما و اینم سال ایکس فایلز. امروز قراره راجع به معمای زن سوخته‌ای در دره مرگ صحبت کنیم. در 29 نوامبر 1970 یک پدر به همراه دو دخترش در حال پیاده‌روی به منطقه کوهستانی بودند به نام منطقه ایزدالن که ناگهان جسدی رو روی زمین پیدا می‌کنند. این جسد تماماً سوخته بود، به پشت افتاده بود و دستایش به طور عجیبی به بالا کشیده شده بود. توی اون فضا بوی نفت، بوی چوب، بوی سوختنی بسیار تا بسیار زیادی می آمد. یه نکته خیلی عجیبی که راجع به این جسد وجود داشت این بود که این جسد، اطراف جسد چتر، شیشه مشروب، کاغذ سوخته و کفش لاستیکی و تجهیزات به اصطلاح نظامی وجود داشت. اما تنها چیزی که مشکوک میکنه قضیه رو هیچ کارت شناسایی همراه اون جسد نبود که همین قضیه رو خیلی دارک میکنه. تمام برچسب‌های لباسش کنده شده بودن، کشیده شده بودن، اصلا به طرز عجیبی انگار واقعا به قتل رسیده بود اون خانم. این اتفاق در شهر برگن نروژ اتفاق افتاده بود. اون پدر شوکه شده بود تو اوضاع گیر و بیر، اومده با دخترش پیاده روی کنه. خب یه جسد رو میبینه، خب آدم واقعا طبیعتا شوکه میشه. سعی میکنه با پلیس تماس بگیره. پلیس میاد، تمام مدارک، تمام شواهد، تمام به اصطلاح اون وسایلی که اون جسد به همراه خودش داشته یا خود همون جسد رو جمع میکنه، شناسایی میکنه، عکس برداری میکنه، میره. ولی متاسفانه بهتون گفتم همون قسمت دارک قضیه این بوده که این جسد هیچ جوره شناسایی نمیشده. یکی از اعضای پلیس متوجه میشه که چند روز پیش قیافه این خانوم رو به اصطلاح در یکی از ایستگاه‌های قطار دیده در شهر برگن نروژ و همین موضوع رو اون پلیس میاد با همکارای پلیسش در میون میذاره که میگه که من حسم میگه که من این رو مثلا چند وقت پیش در یک ایستگاه قطاری به اصطلاح دیدم و اینا. چطوری که حالا ضرر که نیست بریم یه سری هم به ایستگاه قطار بزنیم ببینیم چمدونی، کس آشنایی، بریم ببینیم میبینیم چیزی یا نه. بعد از گذشت 5 روز حالا پلیسا میرفتن و میومدن، قسمتی به نام قسمت گمشدگان چمدون رو رفتن یک سر بزنن و متوجه شدن که یک سری از چمدون ها مشکوکه. حالا چرا مشکوکی من الان بهتون میگم. مثلا شما چمدونتون رو گم میکنید، سریعا بلافاصله مراجعه میکنید به اون بخش، حالا فرودگاه چه حالا راهن. بعد از خلاصه مثلا 10 روز دیگه شما چمدونتون رو پس میگیرید. متاسفانه در اون قسمت یا در همون ایستگاه چمدون‌هایی پیدا میشه که هیچ کس سراغ اون چمدون‌ها نمیرفته یا کسی پیدا نمیشد بگه آقا این چمدون منه، لطف کنید این چمدون منو بدید که من برم و مثلا سراغ کارامون. خلاصه که شما باشین این چمدون‌ها به نظر پلیس خیلی مشکوک می اومدن. هیچ آقای پلیس و همکارانش میرن حالا دنبال شناسایی و گشتن کیفا و چمدونا، به خیلی چیزای مشکوکی برمیخورن. میبینن که این چمدونا داخلشون انواع و اقسام کلاگیس، انواع و اقسام آیدی کارتای فیک، منظورم کارتای شناسایی جعلی و اسمای مستعار و پر از لباس و عینک آفتابی و چیزای خیلی به اصطلاح بهتون بگم جاسوس مانند داخل اون چمدونا پیدا کردن و همین باعث میشه که پلیس شک کنه. به خاطر همین مسئول همون قسمت گم شده ها رو میگه که خب این چمدونا متعلق به چه کسی هستن. خب اونم اطلاع نداشت، هیچ کس هم سراغ اون چمدونا نرفته بود. پس میان و دوربین های اون ایستگاه راهن رو چک میکنن.
دوربینا رو که داشتن چک میکردن رفتار این خانم به شدت شک برانگیز، به شدت عجیب بوده. هر موقع که این زن وارد هر ایستگاه می شده، اینجوری بهتون بگم که هیچ وقت با اسم خودش وارد اون ایستگاه نمی شده. همیشه آیدی کارت فیک نشون میداده، همیشه کارت شناسایی جعلی رو به مامورهای ایستگاه نشون میداده و حالا می اومده وارد ایستگاه می شده و می رفته به اون ایستگاهی که میخواسته یا همون به اصطلاح شهری که میخواسته. داخل دوربین متوجه میشن که خب این خانم با بعضی از افراد اون ایستگاه هم صحبت شده. از اون آقاها و اون مامورهای ایستگاه میپرسن که این خانم چجوری بوده، نوع صحبت کردنش به چه صورت بوده. یکی میگفته لهجه فرانسوی داشته، یکی میگفته لهجه آلمانی داشته، یکی میگفته لهجه انگلیسی داشته. گاهی هم یه مردی کنارش بوده که اون انگار هیچ وقت اونم شناسایی نشد، منم هیچ اطلاعاتی ندارم که در اختیارتون بذارم. تو بعضی جا هم مامورای ایستگاه گفتن که این خودش رو به عنوان تاجر آثار هنری معرفی میکرده و اینا، اما خب هیچ ردی، هیچ مدرکی نبودی که اصلا این خانوم آیا خریدی یا معامله انجام میداده یا خیر. حالا در کل من چرا اینا رو بهتون گفتم؟ اینا رو بهتون گفتم که شما یک پیش‌زمینه از رفتارهای عجیب این خانوم قبل از مرگش داشته باشه، یعنی 13-12 روز قبل از مرگش. این جسد زن که حالا سوخته بود، حالا دیگه پلیس میاد شناسایی میکنه. خب این جسد رو برمیدارن میبرن پزشک قانونی. پزشک قانونی شناسایی میکنه که این خانوم قبل از مرگش حدود 50 الی 70 تا قرص خواب آور خورده بود. روی گردنش کبودی وجود داشته که ممکن بود یا به ضربه زدن یا به اصطلاح میخواستن خفش کنن، یکی میخواسته ضربه بدی بهش بزنه. این نشون میده که قبل از اینکه بمیره این خانم داشته با یکی درگیر شده. چرا باید یک کبودی رو گردنش باشه؟ خب اینم آدمو به شک میندازه که خب چرا. خب یه احتمال دیگه هم هست، این که میتونه خودکشی بوده باشه، ممکن نمیدونه. من این پرونده رو همین الان بذارین یه لحظه استاپ میکنم. سال 1970 کجا 2016 کجا؟ چندین سال اختلاف بین 2016 تا 1970. تو سالهای 2016 تا 2019 پلیس پرونده این خانوم رو باز میکنه. به هر حال خب علم پیشرفت کرده بوده و پلیس خواسته که از طریق دی ان ای دندون اون جسد بفهمه که این خانوم اهل کجا بوده، لااقل یه چیزی، یه سرنخی گیر بیاره. متوجه شدن که این ایزوتوپ دندانی که از این جسد برداشته بودن مال حوالی مرز بین آلمان و فرانسه بوده. دی ان ای باقی مانده هم از جسد هم اینجوری که شناسایی شد به این نتیجه رسیدن که احتمال زیاد این خانوم مال آلمان بوده. یه فرضیه‌های معروفی هم راجع به این خانوم وجود داره. اینه که خب فرضیه اولش اینه که این خانومه میتونسته یک جاسوس بوده باشه. مثلا خب این کلاهگیس، لباس، عینک‌های آفتابی، پاسپورت‌های جعلی، آیدی کارت‌های فیک، خب اینا نشون میده که این خانوم احتمال اینکه یک جاسوس بوده باشه رو داشته. خب اون زمان 1970 نروژ هم توی جنگ سرد بود. خب حالا میتونست برای مثلا جاسوس KGB خب به هر حال کار میکنه دیگه. اون زمانو دیگه بله بوده، این قضایه بوده. فرضیه دوم هم میتونسته که خب اون کبودی گردنش توسط یه شخص دیگه به قتل رسیده باشه. خب ما این هم یک فرضیه خیلی محکمی در نظر بگیریم. فرضیه سوم که به نظر منم همین فرضیه میتونسته باشه اینه که خب این احتمال زیاد جاسوس بوده به نظر من، و همین جاسوس بودن ممکن بود مثلا یکی رو تهدید کرده باشه، میخواسته مثلا چه میدونم از یکی باج بگیره
یا مثلا جاسوس دو طرفه بوده، مثلا هم برای نروژ کار میکرده هم مثلا برای آلمان و اینا. حالا به هر حال برای یه سازمانی کار میکرده، حالا لو رفته، حالا هویتش میخواسته لو بره، چه میدونم کار اشتباهی کرده و همین باعث میشه که خب اون خانومه از بین بره دیگه. حالا اون سازمانه یکی میفرسته بالا سرش، تخت میزنه تو سر شوهر، البته نزدن تو سرش. در آخر میرسیم به سرانجام این جسد متاسفانه هنوز که هنوز متوجه نشدن که این زن کی بوده، چی بوده، اصلا جاسوس بوده، جاسوس نبوده. هیچ اطلاعات دقیقی راجع به این خانم پیدا نکرده. فقط تنها اطلاعاتی که پیدا کردن همون دی ان ای بدنش و اون ایزوتوپی بوده که از دندوناش گرفته بودن و نتیجه اون آزمایش هم که بهتون گفتم به احتمال زیاد در نظر گرفته بودن که این خانم در آلمان به دنیا اومده. این خانم در سال 1971 در شهر برگن نروژ که روی سنگ قبرش فقط یک صلیب هسته دفن شده و فقط روی سنگ قبرش نوشته ناشناس، آرام بگیر. اگه نظریه خیلی خاصی هم راجع به این پرونده اگه دارین، خوشحال میشم که داخل کامنت ها برای من بنویسید. لایک، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک پرونده مرموز دیگه، خدا نگهدار.